سلام به شما و بینندگان. نام این گروه افران است و از حروف اول دو کشور افغانستان و ایران ترکیب شده است. شراره و زبی حبیبی دو هنرمند آماتور اعضای این گروه هستند. این هنرمندان چون هر دو تجارب مهاجرت داشتند، سعی نمودند تا با خواندن آهنگ‌های دوگانه خود به مهاجرین روحیه و توانمندی بخشند. جزئیات بیشتر در این گزارش. زندگی سخت مهاجرین در کمپ‌های مهاجرین در اروپا به ویژه آلمان انگیزه شد برای گروه افران تا با اجرای آوازخوانی و موسیقی مشکلات مهاجرتشان را از افغانستان و ایران بیان کنند. گروه افران در زمان تشکیل شده که در سالهای 2015 و 2016 سیل از مهاجرین از جمله مهاجرین افغانستان و ایران وارد کشورهای اروپایی به ویژه آلمان می شدند. بانو شراره در رابطه با نابرابری‌های اخیری که بر افغان‌ها در ایران صورت گرفته می‌گوید: برخوردی که با مهاجرین عزیز ما در کشور ایران انجام میشه بسیار بسیار ناراحت کننده و متأثر میشم، میشنوم و از اون طرف برای خودم حس میکنم که کار من پس درست بود. همین دلجویی که ما و گروه افران از مهاجرین و این دو ملت این دلجویی رو میکنه بسیار زیباست. به زبان پشتو، به زبان زیبای هزاره، به زبان ازبک ها، گیلک های نازنین در ایران، مازندرانی ها، ترک ها. همانطور که گفتم تبعیض به هیچ عنوان درست و صحیح نیست. این گروه اخیراً با سرودن آهنگ‌های دوگانه خود از طریق فیسبوک در شرایط قرنطینه کرونا ویروس فعالیت‌های خود را بیشتر ساختند. ما سعی کردیم که فعالیت خود بیشتر بسازیم، چون هم آسان‌تر بود و هم مخاطبین بیشتر میتونستیم توجهشان رو جلب کنیم. با این خاطر ما از طریق شبکه‌های مجازی بیشتر فعال شدیم و سعی کردیم که تا لحظات مردم که در خانه ها هستن روحیه بدیم و اینا اون وحشتی که از مرض برشان پیش آمده بوده کمتر ساخته بتونیم. گروه افران این گام ها را برای آشتی‌پذیری ملت ها آغاز کردند که متعلق اوضاع روز از پناهجویان و نابرابری هایی که آنها را متاثر می سازد صدای دوگانه خود را بلند می کنند. شراره تبعیض را در جهان یک کار ناپسندیده می داند و می گوید که این کره خاکی متعلق به همه مردم جهان است. تبعیض به هیچ عنوان کار درستی نیست، بسیار زشت و ناپسند. این کره خاکی متعلق به همه مخلوق این پروردگار بزرگ است. با بیتی از سعدی: اگر این درنده خویی ز طبیعتت بمیرد، همه عمر زنده باشی به روان آدمیت. این گروه به آهنگ‌های قدیمی که در مجالس رادیو و تلویزیون خوانده شده نوآوری کرده تا توجه علاقمندان را جذب کنند. آهنگ‌هایی که ما تا حالا اجرا کردیم اکثرا آهنگ‌هایی است که از طرف هنرمندای بزرگ و هنرمندای مشهور به شکل تک صدا اکثرا اجرا شده و دلیلی که ما دو صدا همه آهنگ‌ها را خواستیم بخوانیم این خودش یک تنوع و یک نوآوری در موسیقی است که مخاطبا را زیادتر متوجه می‌سازه و یک تغییر است در همون آهنگایی که مردم شنیدن و ازش خاطره دارن. یکی از افغان‌هایی که در کنسرت‌های این گروه شرکت داشته در مورد فعالیت‌هایشان چنین می‌گوید: اولین گروه کنسرت موسیقی افغانی که تجربه کردم گروه موسیقی افران بود در 2016 و ما ازش بسیار خاطر خوب داریم و ما استرس را که داشتیم، کمپا که داشتیم در اون زمان برای ما بسیار روحیه خوبی به ما داد و ما که علاقه‌مند از سخت گروه موسیقی افران هستیم. گروه افران نه تنها به زبان فارسی آهنگ می‌سراید، بلکه آهنگ‌های دوگانه‌ایشان به زبان‌های پشتو و هزارگی نیز مخاطبان خود را دارد. خدیجه همال کوزه، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، واشنگتن.